میلیسیا شهر دوشنبه خبر با جرم اطاعت نکردن به کارمندان میلیسیا به 10 شبانه روز حبس مأموری محکوم شدن ریپسرای جوان 23 ساله تاجیک رمضان مرادوف متخلص به رالیک را تصدیق کرد. خود رالیک برای شهر مسئله دسترس نیست، ولی مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 9 سپتامبر سال 2022 در یک اطلاعیه ویژه قضیه را چنین شرح داد. سانحه 5 سپتامبر سال جاری شهروند مرادوف رمضان حاجیویچ سال تولدش 1998 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نعمت قربایف در جای جمعیتی نسبت به کارمندان میلیسیا که هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی و تامین ترتیبات جمعیتی قرار داشتند به احترامی ظاهر نموده با الفاظ قبیح شان و شرف آنها را پس زده است. همزمان نام برده با عمل و رفتار ناپسندیده خود به طلبات قانونی کارمندان میلیسیا اطاعت نکرده به اجرای عهدهداری‌های خدمتی کارمندان مقامات میلیسیا شهر دوشنبه مانع ایجاد نموده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به مرادوف رمضان حاجیویچ طبق طلبات ماده 479 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای اطاعت نکردن به امر و طلبات قانونی کارمندان میلیسیا که وظیفه حفظ ترتیبات جمعیتی را اجرا می‌نمایند پروتکل مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به سود نایه شاه منصور ارسال کرده شد. ضمن سنجش کردارهای ضد حقوقی نام برده پاره اثبات خود را یافتند و او صدقاً اظهار پشیمانی نمود. با نظرداشت حالتهای مذکور نسبت به مرادوف از جانب سود نایه شاه منصور جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تطبیق کرده شد. قبلا نزدیکان رالیک گفتند که او را روز 5 سپتامبر سال 2022 در نزد خانه‌شان در نایه شاه منصور در پی یک بحث لفظی با کارمندان میلیسیا دستگیر کردند. مایرا مرادوف و مادر رالیک به رادیو آزادی گفته است که کارمندان میلیسیا که لباس ملکی در تن داشتند و رالیک آدمان ناشناس را در درآمدگاه بنا دیده از آنها که و چه بودنش را پرسجو کرده است و در این زمینه به آنها وارد بحث شده است. کارمندان میلیسیا به نزدیکان ریپسرا گفتند که رالیک با این بحثش به کار آنها خلل رسانیده است.